أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب کرامات الاولیاء و فضلهم، یعنی باب در مسئله کرامات اولیا و فضیلت اولیا می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 آیت آورده است. ما و شما این 4 آیت را درس گذشته گرفته بودیم و درس امروزه امان از زیر این باب یکمین حدیث از زیر این باب شروع می شود و یکمین حدیث این باب حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحینش می گوید: و عن ابی محمد عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی الله عنهما، یعنی که از ابو محمد عبدالرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی الله عنهما روایت است. یعنی راوی این حدیث پیسری ابو بکر صدیق عبدالرحمن می باشد. عبدالرحمن می گوید: ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء، می گوید هر آینه اصحاب صفه مردمی کمبغل بودند. اصحاب صفه اونهایی را میگویند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد مسجدش جای آماده کردگی بود، سایه یا مکان آماده کرده بود که در اونجا مردمی نادار و کسانی که خویش و تبارشان در مدینه نیستند، کسانی که کسی را با خود ندارند یا انسان‌های کمبغل، در اون صفه می رفتند استراحت می کردند. پس عبدالرحمن می گوید که انا همون مردمی که در اونجا استراحت می کردند جای زندگیشان بود، اونها مردمی کمبغل و نادار بودند. و ان النبی صلی الله علیه و سلم قال مرتا، می گوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بار گفتند: من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که طعام 2 نفر را داشته باشد با خودش 3 نفر را ببرد. یعنی که هر کسی که در خانهش میتواند 2 مهمان را قبول بکند، پس یک مهمان دیگر زیاتی ببرد، یک کس زیاتی با خودش ببرد. و من کان عنده طعام 4، و هر کسی که طعام 4 نفر را در خانهش داشته باشد فلیذهب بخامس و بسادس، پس با خودش ببرد 5 و 6 نفر یا 5-6 نفر را با خودش به خانهش ببرد. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز این سخن را گفت، یعنی این اصحاب صفه را با خودشان صحابگان ببرن به خانه هاشان، شکم های اینها را سیر بکند. او کما قال، یا چطوری که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمان داده بود یا گفته بود برای اهل صفه را اصحاب به خانه شان برده شکم هایشان را سیر بکنند. و ان ابا بکر رضی الله عنه جاء بثلاثه، میگه که ابو بکر رضی الله عنه، یعنی که پدر عبدالرحمن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه 3 نفر را به خانهش آورد. و انطلق النبی صلی الله علیه و سلم ب10، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم 10 نفر را به خانهش برد. و ان ابا بکر تعشى عند النبی صلی الله علیه و سلم، و ابو بکر صدیق خوراک بیگه را، خوراک شام را
در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تناول کردند. ثم لبث حتی صلی العشاء. پس ابوبکر صدیق میگوید در نزد پیغمبر ایستادند تا اینکه نماز خفتن را خواندند. ثم رجع. بعد میگه ابوبکر صدیق به خانه‌اش برگشت. فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء الله. پس آمد میگه حضرت ابوبکر صدیق، یعنی که نیمی از شب گذشته بود، آن چیزی را که الله خواسته باشد، یعنی که از شب بعضی از شب گذشته بود، یعنی شب دیر شده بود. ابوبکر صدیق به خانه‌اش برگشت. قالت له امرأته. پس میگوید زنی ابوبکر صدیق برای حضرت ابوبکر صدیق گفت که ما حبسک عن اضیافک، یعنی چی تو را باز داشت از مهمانهایت، یعنی که چرا پیش مهمانهایت نیامدی؟ 3 نفر را به خانه حضرت ابوبکر به خانه اش روان کرد و خودش خانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفته بود. پس همسر ابوبکر صدیق گفت که چی تو را باز داشت از مهمانهایت؟ او ما عشیتهم. پس ابوبکر صدیق گفت ابوبکر صدیق گفت او ما عشیتهم، یعنی آیا تو آنها را خوراک شام نداده ای؟ مهمانها را آیا حالا هم خوراک شام نداده ای؟ قالت. همسر ابوبکر صدیق گفتند که ابوا حتی تجیع، یعنی که اونها ایبا کردن، روی گرداندن از طعام خوردن تا اینکه بیایی. اونها طعام نخوردن، انتظار آمدنت شدن. و قد عرضوا علیهم، و واقعا پیشکش کرده شد، برده شد نزدشان طعام، یعنی نزد مهمانها طعام بردیم، اما مهمانها طعام را نخوردند، انتظار صاحب خانه شدند. قال. پس عبدالرحمن راوی حدیث میگوید فذهبت انا. پس میگوید من رفتم و فاختبأت، پنهان شدم. فقال یا غنثر. پس میگه ابوبکر صدیق یعنی پدر عبدالرحمن فریاد کرد که ای نادان، یعنی فرزندش را سرزنش کرد که مهمانهایش را تا به حال طعام نداده است. فجدع و سب، سرزنش کرد و گپهای سخت فرزندش عبدالرحمن را گفت. و قال، و گفت حضرت عبدالرحمن، حضرت ابوبکر صدیق کلوا لا هنیئا والله لا اطعمه ابدا. پس میگد که ابوبکر صدیق گفت که کلوا لا هنیئا، یعنی که بخورید شما گوارا باد. والله لا اطعمه ابدا، قسم به الله که نمیخورم من هیچگاه. حضرت ابوبکر صدیق قسم خورد که از اون طعام چیزی نمیخورد و گفت برید بخورید، یعنی برای مهمان ها تقدیم کرد و گفتم برید بخورید و خود ابوبکر صدیق قسم خورد که چیزی نمیخورد. ویم الله ما كنا نأخذ من لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها حتی شبعوا. پس راوی حدیث عبدالرحمن میگوید که ویم الله، یعنی قسم به الله ما كنا نأخذ من لقمة، یعنی که نمی گرفتیم لقمه را الا ربا من اسفلها اکثر منها، مگر اینکه زیاد میشد از زیر اون لقمه بسیارتر از اون لقمه گرفتگی مانده. یعنی که یک لقمه که میگرفتیم اون طعامی در پیشمان بوده باز میگه زیادتر میشد. حتی شبعوا، تا اینکه میگه همه سیر کردن، مهمان ها و صاحب خانه همه سیر کردن. و صارت اکثر مما كانت قبل ذلك، و گشت میگه طعام بسیارتر از اونه که پیش از این بود. یعنی که طعام از اولی بعد از خوردن میگه از اولی که بود از اون دم زیادتر گشت. فنظر الیها ابوبکر فقال لامرأته. پس میگه نگاه کرد به آن طعام ابوبکر صدیق، پس گفت برای همسرش را گفت که
یا اخت بنی فراس، ای خواهر بنی فراس، ما هذا، این چیست؟ قالت، همسرش گفت لا و قرة عینی لهی الان اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. گفت نه، و قرة عینی یعنی سوگند به روشنایی چشمانم، یا میتونه بگم یعنی که چشمت روشن باد، قسم به الله. و قرة عینی یعنی چشمم روشن باد، قسم به الله. لهی الان اکثر منها، یعنی این طعام حال حاضر بسیارتر است از اونه که قبل ذلك، از اونه که پیش از این بود، بثلاث مرات، یعنی 3 برابر زیاد است. یعنی طعامی که اول آورده بودن بعد از خوردن با جای کم شدن 3 برابر زیاد شده است. فاکل منها ابوبکر و قال، پس میگه ابوبکر صدیق هم از اون طعام خورد و گفت انما کان ذلك من الشیطان، هر آینه آن یعنی قسم خوردنش از شیطان بود. این کاری که کرده بود، اول گفت که قسم خورد که من از اون طعام نمیخورم، میگه که این قسم خوردنم از شیطان بود، یعنی یمینه، یعنی مقصدش قسم خوردن است که قسم خوردن میگه کار شیطان بود. ثم اکل منها لقمه، پس خورد میگه از حضرت ابوبکر صدیق از آن طعام لقمه ای را همچنین از اون تناول کرد. ثم حملها الى النبي صلی الله علیه و سلم فاصبحت عنده، پس میگه فرستاد این طعام را به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاصبحت عنده، پس میگه شب اون طعام در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماند. و کان بیننا و بین قوم عهد، میگه بین ما و بین قوم عهد و پیمان بود، عهد بود. فمضى الاجل، پس میگه گذشت آن مدت آن عهد و پیمان گذشت. فتفرقنا 12 رجلا، پس میگه ما از هم جدا شدیم 12 مرد، 12 کس، اینه که با 12 طرف بگیم جدا شدند. مع کل رجل منهم اناس، اون 12 نفر هر یک کدامش با خودش میگه چند نفری دیگر بود. الله اعلم کم مع کل رجل، الله میداند که همراه هر یک مرد چند نفر بودند. یعنی 12 نفر هر کدام به هر طرف رفتند، اما این 12 نفر هر نفرش با خودش چند نفری دیگر بود. الله اعلم میگه اونها چند نفر بودن همگی. فاکلوا منها اجمعون، پس میگه خوردند از انا همون طعام، میگه همه اشان، این 12 نفر همراهشان چند کسی دیگری که بود، میگه همه یک جا از آن طعام تناول کردند، از آن طعام خوردند. الله اکبر. پس جای شاهد اینجاست که یعنی کرامات اولیاء، کرامتی در این حدیث کراماتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است که ببین طعامش برای خاندانش و برای مهمانهایش و باز برای چندین نفر دیگر کفایه کرد و چندین نفر را سیر کرد. این هست کرامات اولیاء، کرامات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. و فی روایت، در یک روایت دیگر آمدگی است که فحلف ابوبکر لا یطعمه، پس میگه قسم خورد ابوبکر رضی الله عنه که از آن غذا نمیخورم. فحلفت المرأة لا تطعمه، پس میگه زنش هم قسم خورد که از اون طعام نمیخورم. فحلف الضیف او الاضیاف، پس میگه قسم خورد مهمان یا مهمان ها قسم خوردن که الا یطعمه، یعنی از اون طعام نمیخورد، او یطعموه حتی یطعمه، یا نمیخورند، یعنی مهمان ها قسم خوردن که نمیخورند حتی یطعمه، تا اینکه ابوبکر صدیق هم از اون طعام بخورد. یعنی همه قسم خوردن که نمیخوریم تا اگر ابوبکر صدیق از اون طعام نخورد. فقال ابوبکر، پس ابوبکر رضی الله عنه گفت
هذه من الشیطانی، یعنی این کار از شیطان است، یعنی که قسم خوردنش از شیطان است. و فدعا بالطعام فاکل و اکلوا، پس خواست که طعام را بیارند. فاکل، پس ابوبکر صدیق خودشم از این طعام خورد. و اکلوا، و دیگرها هم، مهمانهاش هم، اهل بیت هم، همه میگه از این طعام خوردند. فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اکثر منها، پس شروع کردن میگد نمی برداشتن لقمه را مگر اینکه زیاد میشد از زیر اون لقمه بسیارتر از لقمه گرفتگیشان ده، یعنی که هر لقمه را که می برداشتن از لقمه گرفتگیش ده در اون طعام زیادتی پیدا میشد. فقال، پس گفت حضرت ابوبکر صدیق که یا اخت بنی فراس، ای خواهر بنی فراس، ما هذا، یعنی این چیست؟ فقالت وقرة عینی انها الان لاکثر منها قبل ان ناکل. پس میگه همسر ابوبکر صدیق رضی الله عنها گفتن که وقرة عینی، یعنی که نور چشمم باد یا چشمم روشن باد، قسم به الله که انها الان، هر آینه این طعاممون حال حاضر، لاکثر منها قبل ان ناکل، یعنی بسیارتر از اون است که پیش از خوردنمون بود، یعنی که طعاممون پیش از خوردنمون، پیش از اونه که خوردن رو شروع کنیم از اون در زیاد شده است. فاکلوا، پس میگه همه یک جا از اون طعام خوردن. و بعث بها الى النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه فرستاد حضرت ابوبکر صدیق اون طعام رو نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فذکر انه اکل منها، پس یادآور شدگی از عبدالرحمن راوی حدیث که انه اکل منها، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین آن شب از اون طعام هم خورد، یعنی بعد از اونه که ابوبکر رضی الله عنه، اهل بیت ابوبکر و مهمانهای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهم از اون طعام خوردن، آن رو نزد پیغمبر که فرستادن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه همچنین از اون طعام خورد. و فی روایتی، در یک روایت دیگر آمدگی است که این ابابکر قال لعبدالرحمن، هر آینه میگه ابوبکر عبدالرحمن رو گفت دونک اضیافک، یعنی که رسیدگی بکن با مهمانها. دونک اضیافک، یعنی که تو نزد مهمانها باش یا رسیدگی با مهمانها بکن، یعنی که 3 نفر رو آورد به خانه، دست ابوبکر دست عبدالرحمن سپارید و گفت فانی منطلق الى النبی صلی الله علیه و سلم. حضرت ابوبکر گفتن که فانی منطلق الى النبی صلی الله علیه و سلم، پس گفتن من نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میروم، یعنی مهمانهایش را ابوبکر صدیق به فرزندش عبدالرحمن سپارید و خود ابوبکر صدیق نزد پیغمبر رفت. ففرغ من قراهم قبل ان اجیء، پس گفت که ففرغ من قراهم، ففرغ من قراهم، یعنی که تیار بکن یا آماده بکن، من قراهم، یعنی که نزدشان از اون طعامی که در خانه دارید، قبل ان اجیء، پیش از اونی که من بیایم، یا میتونیم بگیم ففرغ من قراهم، یعنی مهمانداری مهمانها را به پایان برسان قبل ان اجیء، پیش از اونی که من بیایم، یعنی پیش از آمدن من تو مهمانها را مهمانداریشان بکن، طعام و نوشاکی نزدشان تقدیم بکن. فانطلق عبدالرحمن، پس میگه عبدالرحمن رفت و فاتاهم بما عنده، پس آورد میگه نزد مهمانها آن چیزی که در خانه بود، آن چیزی که داشتن، آن چیزی داشتهشان رو نزد مهمانها تقدیم کرد. فقال، پس گفت اطعمو، یعنی بفرمایید بخورید. مهمانها را حضرت عبدالرحمن گفت که بفرمایید بخورید. فقالوا این رب منزلنا، پس مهمانها گفتن صاحب خانه میزبان کجاست؟
یعنی ابوبکر صدیق را پرسیدن. قال اطعموا، باز عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق گفت که بفرمایید تناول بکنید طعام را. قالوا ما نحن بآکلین حتی یجیء رب منزلنا، پس مهمان ها گفتن که ما نمیخوریم تا اینکه میزبانمان بیاید، صاحب خانه بیاید. تا صاحب خانه نآید گفت ما چیزی نمیخوریم. قال اقبلوا عنا قراکم، عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق گفت که قبول بکنید از ما مهمانداری امان را، پذیرایی امان را از ما قبول بکنید. فانه ان جاء ولم تطعموا، پس هر آینه و یعنی که ابوبکر صدیق اگر بیاید ولم تطعموا، شما طعام را نخورده باشید، لنلقین منه، حتما وی ما را سرزنش میکند. ما ملاقات میکنیم، ما وا میخوریم، از نزد پدرمان گفت یک سرزنش را، یعنی که حتما ما را پدرمان سرزنش میکند. فابوا، باز هم با وجود عذر پیشه کردنی عبدالرحمن مهمان ها قبول نکردن خوردن را. فابوا، روی گرداندن نخوردن. فعرفت انه یجد علی، پس عبدالرحمن راوی حدیث میگوید که دانستم که پدرم خشم میکند بالای من، یعنی پدرم سرزنش میکند، زیرا که مهمان ها نخورده ایستادن و مهمان ها حالا طعامشون نخوردن، پدرم سرزنش میکند. فلما جاء تنحیت عنه، پس میگه زمانی که آمد پدرم میگه تنحیت عنه، یعنی که دور شدم، به جای گریخته پنهان شدم از پدرم دور رفتم. فقال ما صنعتم، پس میگه پدرم آمد گفت چیکار کردید؟ فاخبروه، پس میگه خبرش دادن، یعنی که خانواده اهل بیت ماجرایی که گذشته بود ماجرا را برای پدرم میگه تعریف کردند و بیان کردند که مهمان ها چیزی نخوردند و انتظارت هستند. فقال یا عبدالرحمن، پس میگه ابوبکر فریاد کرد که ای عبدالرحمن. فسکتت، عبدالرحمن میگه من سکوت کردم. ثم قال، باز میگه گفت یا عبدالرحمن، باز فریاد کرد که ای عبدالرحمن. فسکتت، باز میگه من سکوت کردم. فقال یا خنثر، گفت ای نادان، اقسمت علیک ان كنت تسمع صوتی لما جئت، گفت که تو را به الله قسم میدهم اگر که صوت آواز من را میشنوی بیا نزدم، یعنی که اگر که آوازم را میشنوی حتما نزدم بیا. وقتی که قسم که میگه داد، فخرج تو، پس میگه من بر آمدم، یعنی شنیده ایستاده بودم، از ترس عبدالرحمن جواب نمیداد فریاد پدرش را. پس میگه فخرج تو، وقتی قسم که داد میگه من بیرون بر آمدم. فقلت سل اضیافک، میگه گفتم که مهمان ها تا بپرس. فقالوا صدقه، پس میگه مهمان ها گفتن راست میگوید. اتانا بهی، یعنی طعام رو نزد ما آورده بود، یعنی عبدالرحمن حقش رو اجرا کرده بود، یعنی نزد مهمان ها طعام پیشکش کرده بود، اما مهمان ها سرکشی کردن یا مهمان ها روی گرداندن از طعام خوری. پس عبدالرحمن گفت مهمان هایت رو بپرس، و مهمان ها هم گفتن راست میگوید، یعنی واقعا مهمان ها قبول نکردن خوردن را. اتانا بهی، یعنی میگه طعام رو نزد ما آوردن. فقال انما انتظرتمونی، پس میگه ابوبکر صدیق گفت که شما انتظاری من شدید، یعنی طعام را نزدتون آوردن ای مهمان ها نخوردید، انتظاری من شدید. والله لا اطعمه اللیلة، حضرت ابوبکر صدیق میگه قسم خورد که قسم به الله که نمیخورم امشب، این طعام را گفتن این شب من نمیخورم. فقال الاخرون، پس اون دیگرها هم گفتن که یعنی مهمان ها هم گفتن والله لا نطعمه حتی تطعمه، گفتن قسم به الله نمیخوریم این طعام را تا اینکه تو نخوری، یعنی تا اگر تو نخوری ما این طعام را نمیخوریم. فقال، پس ابوبکر صدیق گفت ویلکم ما لکم لا تقبلون عنا قراکم، گفتن وای به حال شما، چرا شما مهمانداری ما را قبول نمی کنید؟ یعنی که از حضرت ابوبکر صدیق مهمانهاش گفت که وای به حالتون، ای شما چرا
مهمانداری ما را قبول نمی کنید، هاتی طعامکم. پس میگه حضرت ابوبکر صدیق عبدالرحمن را گفت که بیار طعام را. فجاء به، پس میگه عبدالرحمن طعام را آورد. فوضع یده، پس میگه گذاشت دستش را ابوبکر صدیق در بالای طعام. فقال بسم الله، پس شروع کرد با نام الله. الاولی من الشیطانی، یعنی که کار اول از شیطان است. یعنی اون قسمی که خورده بود که نمیخورم، گفت که اون قسم خورده هم گفت از شیطان است. فاکل و اکلو، پس میگه حضرت ابوبکر از اون طعام خورد و اکلو، و همچنین باقی مانده مهمان ها و خاندان هم از اون طعام خوردند. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود حدیث طولانی، حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحین. در این حدیث کرامات حضرت ابوبکر صدیق آشکار و روشن و عیان بیان شدگی هست. و ابوبکر صدیق که یکی از انسانهای سربلند و یکی از اولین درجه این امت است، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرفضیلت ترین و جای اول این حق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. این بزرگوار این کرامات را با خودش داشت که چطوری که میبینیم اون طعامی که داشتن طعامشون زیاد شدند و پیغمبر از اون طعام خورد، همچنین اون مهمان ها خوردن سیر کردند و همچنین چندین نفر از طعام این بزرگوار ابوبکر صدیق رضی الله عنه تناول کردند. و در آخر میخواهم یک مسئله را روشنی به اندازم، زیرا اینکه در این حدیث ما و شما شنیدیم که ابوبکر صدیق قسم خوردن که نمیخورم، اما بعد قسمشان را شکستند و خوردند. اولا میخواهم بیان بکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که قسم میخورد پس قسمش را با نام الله بخورد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من حلف علی یمین، هر کسی که قسم بخورد ثم رأى اتقى لله منها، پس خلاف آن را به تقوای الهی نزدیکتر ببیند، فلیأت تقوا، پس آن کاری که به تقوا نزدیکتر است آن را انجام بدهد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم خوردن که از آن طعام نمیخورم، اما مهمان ها هم قسم خوردن که نمیخورم. پس در اینجا باید چیکار کند؟ حضرت ابوبکر هم نخورد، مهمان ها هم نمیخورد، پس مهمانداری اجرا نمی شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، یعنی هر کسی که ایمان به الله و ایمان به روز قیامت داشته باشد پس باید مهمانش را احترام کند. پس ابوبکر صدیق دید که به تقوا نزدیکتر شکستن این قسم هست، پس این قسمش را ابوبکر صدیق شکست و با مردم طعام خورد و بعد قضای یعنی که فدیه اون قسمش را ادا کرد. بعد اون قسمی که خورده بود اون را یعنی که جریمهش را ادا کرد. یعنی که انسان وقتی قسم میخورد که خانه کسی نمیروم و یا قسم میخورد به نام الله که فلان کار نمیکنم، وقتی که دید که باید اون کار را یا که ناگزیر شد، یعنی که باید اون کار را انجام بدهد، در این حالت قرار که گرفت، وقتی که اون کار انجام داد و قسم خورده اش را فدیه اش را میدهد یا قسم خورده اش را جریمه اش را میسپارد، با همین اون قسم از اون برداشته، یعنی قسمش را میشکند اون انسان. برای همین خاطر باید انسان قسم را به الله یاد کند تا اینکه وقتی که میشکند اون را جریمهش سپاریده خلاص بخورد، نه اینکه با زن طلاق و با کارهای سختتر یا که کارهایی که از اون خلاص خوردن نمیتواند با این قسم نخورد، بلکه با نام الله جل جلاله قسم یاد بکند. پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دید که مهمانهاش هم قسم خوردگی است و قسم مهمانهاش بالا گذاشته، خودش قسمش را شکست و بعد از اون
بگیم جریمه قسمش را سپارید. پس این بود حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحین. پس با این حدیث 1502 به آخر رسید. بعد از این حدیث 1503 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. این حدیث 1503 را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.